از نظر تو این ماشین قشنگ نیست، خفن نیست، زیبا نیست؟ پس بریم تو کارش. در این قسمت یک موتور توین توربو V8 رو مشاهده میکنید که با 10,000 اسب بخار با سرعت 420 کیلومتر بر ساعت میتونه حرکت بکنه. آقا شوخی کردم. این ماشین خودروی پژو پارس هستش که خوش و جدی صحبت کردم. این ماشین پژو پارسه، همتون دیدینش تو خیابون، تو کف جاده و همه جا دیدینش. جدی میفرمایی؟ ماشین باحالیه، قیافش هم که همتون دیدین، اینجا خط داره و اینجا نمیدونم رینگ فلان و اینا از اینا داره. عرضم به حضور انورتون که این ماشین همون فیسلیفت شده 405 یه ذره اخم چراغ بهش دادن، یه لبخند زیبا این جلوش انداختن و یه رخ بروزتری میخواستم بدم، ولی خب همچین بروزم نیست، مثل همه رخشون تقریبا مثل همه قشنگه و جفتشون هم خاص پسندن و تقاضاخواهان و تقاضا زیاد دارن تو بازار. این ماشین با چندین موتورهای مختلف تو بازار عرضه شده. برادران گرامی، عزیزای دلم، این ماشین با موتور XU7 7L4 که همون موتور 1816 سوپاپ زانتیایی، همون ELX، موتور XUP، موتور XUM و TU5 تو بازار عرضه شده که این خاص و خفناش معمولا بیشتر ELX ها که همون XU7 7L4 اونو میپسندن و گاز میدن باشون دن میکشون. این ماشین چراغ هم داره، سید به خدا نگاه چراغ داره، بعد چراغش ستیکمه، راهنما دیره و نور پایینه و نور بالاش هم دیره. آره کوکا بکردی چی؟ چراغش هم روشن موندلم باتریش میخوابه. خارج از شوخی‌ها که کردیم، این ماشین توی ویدیوهای قبلی اگه دیده باشید موتورش واشر زده بود که این ماشین پیروز رفت واسه تعمیر. من اومدم که ازش ولاگ بگیرم از تعمیر موتور این ماشین، ولی این گوشی این گوشی خراب شد. یعنی رفت تعمیرگاه، اونجا میکروفونش و شارژرش و اینا کار نمیکرد. دادم که چی شده بود، فلتش پاره شده بود. بعد حالا اینو میگم سرتون کلا نره، از بحث ماشین یه ذره خارج بشیم. این فلتشو نمیدونم با چسب گفت چسبونده مکانیک چیز تعمیرکار گوشیه، فلتشو نمیدونم گفت با چسب چسبونده، یه بار باز شده نمیدونم فلان اینا، گفت فلت تو خوب نچسبونده، باید فلت تو عوض بکنی. چه ربطی داره؟ این ماشین ملقب به واشر با موتور XU7. چرا؟ چون که واشر چیز مصرفیه، اصلا 50,000 تومن شده تو باید واشرش رو عوض کنی. بعد خودت عوض کنی زودتر از اینکه بزنه بهتره، چون که سرسند احتمالاً تا اون حدی که میزنه تا بر نمیداره. بله سید. خب در این قسمت رخ عقب این ماشین رو مشاهده میکنید. همون رخ عقب 405. این تیزی اینجا شکم کم کردم، منحنیش کردم، این خط اینجاشو برداشتن، زای بالا پایینش عوض کردن، شده چراغ پارس. این پلاکو از اینجا برداشتن کندن زدن رو صندوق، شده پارس. همین همینه، خیلی ساده است. شده 405 این ماشین. سنسور پارک که نداره، تو ELX ها و T5 فقط هست. من مدل ELX ها مدل پایین، T5 مدل بالا. اینجا با توجه به سلیقه صاحب ماشین که من دستم قرمز شده، با دستم قرمز شده، خیلی هم قشنگ شده، هر کی میگه زشته
خوب میکنه میگه زشته. به من چه، من دوست دارم قشنگه. به گفته یه صاحبش میگه که اینجا لا تنس ذکر الله. اینجا یک کپسول جوان داره مشاهده میکنید که مال گاز ماشینه. یعنی چی؟ یعنی این دوگانه است. یعنی دوگانه است. بدبختیه. دوگانگی شاید توی مسافرت خرج کمتری داشته باشه. سر ماه واشر زدی. یعنی سر ماه واشر زدی. یعنی چی بگم؟ سر ماه یعنی صفر تا صدی که کمپانی واسه این ماشین اعلام کرده با موتور HD7 11 یا 10 ثانیه است فکر کنم و 100 فکر کنم 13 نیوتن متر هم گشتاور این ماشینه و به گفته کمپانی 100 است بخواد قدرتشه، ولی سر داینو این 8 متره که خیلی سر حال باشه 80 است میده. یعنی کمتر از 80 است به معمولا موتور XC7. که چرا دروغ میگی برادر من؟ چرا میگی 100 است بخار وقتی 80 است بخاره؟ به زور سر حال باشه. میرسیم به بحث صفر تا صدی که کمپانی واسه این ماشین اعلام کرده. گفتم تو ویدیو قبلی فکر کنم. صفر تا صدی که کمپانی واسه این ماشین اعلام کرده گفته عرضه نموده اینه که صفر تا صد این ماشین 10 الی 11 ثانیه است. بریم صفر تا صدی که من زدم با این ماشین رو ببینیم بعد بیستی بهتون بگم. دنده رو میزنیم یک حرکت. خب صفر تا صد 15 ثانیه‌ای که دیدیم مال قبل تعمیر این ماشینه. موتورش هنوز واشر زده بود و نیاز به تعمیر بود و دیش تو صفحه هم نداره این ماشین توی این صفر تا صدی که دیدیم. اگه مثلا سر حال باشه و مثلا بگم موتورش الان بخوام بگیرم الان نمیرم صفر تا صد، چون ماشین رو دیروز از تعمیرگاه آوردیم، دیروز از سرسندش بستن، خاطر همین نمیخوام فشار بهش بیارم و به زودی قراره اینو بفروشیم بره. خلاصه حالا از اون بس خارج میشیم بعد اونو بهتون میگم. صفر تا صدی که دیدین ماشین دیکس و صفحه نداره، موتورش واشر زده و سلامت درستی نداره که 15 ثانیه شده، وگرنه صفر تا صد رو توی شاید 12 ثانیه بزنه. بعد 400,000 تا 362,000 کیلومتر کار کرد. شما اگه هزینه کنی و ماشین دوگانه بخری مجهز به یه باچ دوم 2 تا باچ داره این ماشین و خیلی گند و خفنه. اصلا نگاه یه باک این ور یه باک یکیش هیدروژن میگیره یکیش با اتم کار میکنه. اصلا یه چیز گنگ و کفنیه خفن. آقا اینم بود از این یه بررسی ساده گفتیم از پژو پارس داشته باشیم که فکسی شده 405 و تولیدش بعد از سمنده. گفتیم یه تست و بررسی و ساده داشته باشیم از این ماشین که چون به زودی قرار از پیش من بره و من واقعا خیلی ناراحتم از این بابت. دم ایدی تو خرج افتاده و مجبورم بفروشمش. خیلی دوست دارم این ماشین رو، چون یه 7 سالیه یار و یاور ماست در خانواده. یعنی 8 سال که نمیشه، 96 این ماشین رو ما خریدیم و از 96 تا الان زیر دست خودمونه و واقعا دلم نمیاد این ماشین رو بفروشیم بره. خیلی ماشین خوب و خوشرکابی بوده تا الان. یه سری برنامه واسه این ماشین داشتم قبل از فروشش که متاسفانه نشد این کارا رو بکنم. خواستم رینگاشو مشکی بکنم و داخل چراغای جلوش و چراغای عقبش هم می‌خواستم دودی کنم، چراغ جلوش هم مشکی کنم و نئونی بزنم اسپورتش کنم خودم. ولی خب چون که ماشین تقریبا نهایتا تقریبا اونور اونوری و یه 2 هفته دیگه کلا پیش منه، نهایتا 2 هفته 3 هفته دیگه این کارا رو نمی‌کنم، هزینه روش نمی‌کنم. ان ماشین بعدی قطعا یه ماشین بهتر و سرحال‌تر و تمیزتر. البته خیلی تمیزه این بدنه، خیلی تمیزه، موتوری هم که تازه تعمیر شده ولی خب سنش رفته بالا. مدل این ماشین 91 دیگه، چند سالش میشه؟ 404 دیگه، عیده. خودتون میدونید میشه 13 سالش این ماشین، 13 سالشه و واقعا عدد بالاییه و پیر داره میشه دیگه.
یه عزیزی میگه تو دنبال ماشینای گرون قیمت و بزرگتری، همیشه یه ماشینای گرون قیمت و خفن‌تر و اینا، ولی آخر سر میرسی به همون ماشین اولت که هرچی خط رو بدن است خودت انداختی. اگه رینگی روشه خودت خریدی، اگه چراغی روشه خودت خریدی و این ماشین رو با سبک خودت جمع کردی و هرچی خرابی و خط و خش رو بدنه میبینی خودت انداختی. دیگه اون ماشین تو نیست، رفیقته. و در آخر قرار ما توی همین چنل قطعا ویدیوی بعدی